سلام دوستان. من همیشه گفتم باند توی طبیعت نبرید، آهنگ نذارید. در ادامه ویدیو بهتون ثابت میکنم که چرا. اما لطفا احترام بذارید به طبیعت، باند نبرید. ادامه ویدیو رو ببینید بچه ها. این بلبلای زیبا الان دور و بر منم و خیلی خوشگل و زیبا، با اعتماد، با آرامش کنارم دارن میپرن و راه میرن و حرف میزنن. احترام میاره، حتی تو پرنده ها. اگه تا اینجای ویدیو اومدید باید بهتون بگم که چنانچه من اینجا باند داشتم و آهنگ میذاشتم، این پرنده ها الان اینجا نبودن، میرفتن، اینجا جمع نمیشد.